پیفاگور شماره ها رو مقدس می‌شمارید و آن را افاده کننده خدا و هستی و موجودات می‌دانست. هر یکی از آنها شماره مخصوص خود را دارند که این عیناً همون عقیده کباله است. او مانند پیروان کباله رقم 10 را مقدس می‌دانست و سیکنجه داشت که 10 نقطه دارد. این به درخت حیات کباله که 10 بلور دارد راست می‌آید. این چیز باز به انصاف کباله مانند می‌باشد. بنابراین حقیقت این است که پیفاگور تعلیمات کباله را با کمی از روپوش‌های علمی می‌آموزانید. با راهی به همین مانند هندویی و عقیده‌های یونانی و رومی پیدا شده مسیحیت تحریف شده است. رمز سوره اسراء وحی را تحریف نمودن بنی اسرائیل و اثر آن بر مسیر بشریت. عقاید هندویی. خدا در عقیده هندویی عبارت از شماره زیاد خداها است که از میان آنها 3 خدا امتیاز دارد: برهما، ویشنا، شیوا که اینها همه خداهای والایی میباشند. اینها را خدای یگانه که خدا برهمن است آفریده است. این خدا بالاتر از ادراک انسان بوده، اوم یعنی والاترین نامیده می شود. برهما باشد عیناً همان خدای آفرنده برهمن است که در صورتی به ادراک بشری مساعد تجلی می‌یابد. ویشنا باشد همان خدایی است که انسان را دوست می‌دارد، به او معرفت عطا می‌کند و از خدای شیوا محافظت می‌کند. شیوا باشد خدای سختگیر نسبت به انسان بوده، مدام به خراب کردن هر چیزی که انسان می‌سازد تلاش می‌کند. طبق اعتقاد هندویان این خداهای سه‌گانه همان خدای یگانه میباشند که در 3 صورت پدیدار می‌شود. این گونه اعتقاد کردن هندویی و مسیحیت را به هم مانند می‌سازد. بیشک سبب چنین شباهت این نیست که یکی از دیگری تاثیر گرفته باشد، بلکه یگانه بودن منبع پیدایش به این دو مانندی بخشیده است. این منبع همون تورات تحریف شده و کباله میباشد. The historians say that some 4,000 years ago, an Aryan people came across the Indus River and brought with them these teachings that formed into Hinduism. 3,800 years ago, Abraham, our father, sent his sons that he had with good Torah to the land of the East. These sons' names are still well known in India today. For instance, one of the sons' names is Ashurim. Our sages tell us that this means a camp. Today in India, a camp is called an ashram. Another one of the sons' names is a Veda. The scriptures in India are called the Vedas. Another son's name is Shiva. One of the 3 main gods in India is Shiva. Hindu means from the river. Hebrew, which these boys would have called themselves coming from Abraham, means from across the river. Brahmanism is the name of the religion, not Hinduism, and Brahmanism comes from the name Abraham. در هندویی خدای برهمه آفرنده عیناً همان ادونای است که انسان را از معرفت محروم نموده است. ویشنایی که به انسان معرفت میبخشد همان شیطانی است که در تورات و یا لوسیفر در کباله است. ولی شیوا باشد به یهوه سختگیر راست میآید که در سفر خروج آمده است. برهمن خدای بزرگترین باشد همان انصاف است که در کباله است. این هر دو افادگر یک معنا طولانی و بلانی‌های میباشند. ماری که در تورات رمز شیطان است برای هندیان معبودی مهم میگشته است. ماری که طبق اعتقاد کباله حوا را به طور جنسی از راه برده است، در دین هندویی تجسمگری نیروی به همتای جنسی شده است. سرگذشت آفرینش در دین هندویی عیناً به تصور کباله عاید به آفرینش مطابقت میکند، زیرا عملی آفرینش در هر دو عقیده با راه کفیدن یا برآمدن صورت میگیرد، نه با طبق اراده و امر الهی. خدا در تعلیمات هندویی چنانچه در تعلیمات کباله است آمیخته مردی و زنی می باشد. از این رو عملیات جنسی از جمله رسوم هندویی شمرده می شود که به وسیله آن شخص می تواند به خدا یا موکش متحد گردد. از این جاست که معبدهای هندویی با رسم و تصویرهای انعکاس کننده حالتهای جنسی پر می باشند. در بیشه و کوه‌ها معبدهای وجود دارند که برای انجام عملیات جنسی گروهی و آشکار مخصوص شده اند. اینها همه به خاطر آنند که شخص به موکش متحد شده تواند. عیناً همین چیز در کباله یهودی نیز وجود دارد. خاندانی که سالهای 322 و 185 پیش از میلاد کشور هند را حکومت کرده اند، دیانت هندویی را در این کشور نشر و حمایه نموده بودند. این خاندان نام خود را از کوه هیکل ماریا گرفتند که آن یکی از خاندان‌های بنی اسرائیل به شمار می‌آید.
عقیده‌های یونان قدیم. در غرب قصه نیست که از جهت موقع و یا نقش آن به فهمیش هستی به افسانه پرومته دزدنده آتش شباهت داشته باشد. حتی به سطح اندیشرانی دانشمندان و ادیبان و اهل سیاست و هنر نیز تأثیر بی اندازه گذاشته است. پرومته در عقیده یونانی همان کسی است که از خدای خدایگان یونانی زفس آتش را دزدیده آن را به انسان بخشیده است. این همان آتش دانش و معرفت است که انسان را در دانش و معرفت به خداها شباهت داده است. از زمان عصر احیا اینجانی پرومته رمزی آزادی اراده و اندیشه و طغیان و سرکشی بر قید و بندها شده است. اندکی پیش از انقلاب فرانسه این افسانه در پهن کردن روحیه انقلابی بر ضد کلیسا و پادشاهی نقش بزرگی داشته است. ولی یونانی ها معرفت خداشناسی را چگونه حاصل نمودند؟ از دست کی آن را آموخته اند؟ آنها این چیز را طریق داستان حماسوی تولد خدایان که به شاعر قدیم گسیاد تعلق دارد از خود کردند. این داستان همان خریطه هستی است که یونانیان داشتند. این خریطه در یک جایگی با ایلیاد و اودیسه زمینه اساسی به تمدن یونانی را تشکیل می‌دهند. مورخان گسیاد را نخستین اقتصادچی جهان معرفی نمودند، زیرا در نوشته‌های او اندیشه‌های اقتصادی دیده می‌شود که سابقه ندارند. ثمره‌های علمی مختلف او نه به حالت اجتماعیش که او یک شخص دهقانی عادی بوده است و نه به زندگی و تاریخش هیچ موافقت نمی‌کنند. این موافقت نکردن که در وصف‌های گسیاد و عمل‌هایش دیده می‌شود نمونه عینی است به عملکرد کبله و دیگر جمعیت‌های پنهانی که در ساختن افکار اشخاصی که اندیشه‌های آنها را در عالم پهن می‌کنند انجام می‌دهند. گسیاد در داستان تولد خدایان می‌گوید هستی اول پیدا شده و خدایان را با تناسل پدید آورده است. سپس این خدایان انسانی به دنیا آمدند. خدایان، هستی و انسان همه یک چیز بودند. این چیز عیناً همان عقیده کبله است. جای شباهت با کبله در آن است که میگوید انسان بر صورت خدایان به وجود آمده است و انسان از خدایان برآمده و یا زاده شده است، نه با امر تولد شده و نه با اراده الهی پیدا گردیده است. آفرینش نه به طرز مستقیم بلکه طریق واسطه که آن خدای یونانی تیتان است پیدا شده است. این چیز با درخت حیات که در کبله است مطابقت میکند. بسیار خدایی در فلسفه یونانی در سفر تکوین تورات نیز به لفظ جمع خدایان دیده می شود. بنابراین زفس بزرگ خدای یونانیان مثیل یهوه در تورات و ادونای در کبله است. پرومته که به خاطر انسان بر ضد خدا شوریده به انسان آتش عطا نموده است عیناً همان شیطان بنی اسرائیل و یا لوسیفر کبله است. دزدیدن آتش که در قصه یونانی است همان خوردن از درخت معرفت است که در تورات آمده. بنابراین سرچشمه عقیده های یونانی عیناً همان خریطه هستی بنی اسرائیل میباشد. دولت روم. رومیان اکثر خدایان یونانی را بعد گذاشتن نامهای لاتینی به آن از خود کردند. آنها نیز عیناً همان عقیده و فلسفه های یونانی را برداشتند. بنابراین دولت روم یک ساختار سیاسی و نظامی بزرگ بود که بر اساس فرهنگ یونانی بنیان شده است. از اینجاست که فتوحات روم برای فرهنگ یونانی راه را باز نمود تا با تمام مرزهایی که دولت روم میرسد آن نیز رسیده باشد. بنابراین فرهنگ یونانی و عقیده و فلسفه و ادبیات آن در تمام آن خلق و قومیت ها تأثیر بی اندازه داشت. مسیحیت نیز بر همین سرگذشت آفرینش تورات که تحریف شده است تکیه میکند، زیرا سفرهای عهد قدیم بخش از کتاب مقدس مسیحیان میباشد. مسیحیان نیز اعتقاد دارند که خدا انسان است. مسیحی که وی انسان است در عین وقت وی خدا است و یا پسر خدا است و یا اقنوم از خدا است. چهارمخ شدن و یا فدا کردن عیسی که هر دو مغز مسیحیت میباشند بهر کفارت گناه بشریت بودند که گناه نافرمانی آدم به خدای و از درخت معرفت خوردن را برداشته بود. این عین همان قصه تحریف شده است که بنی اسرائیل برای مردم پیشکش نموده بودند. اکنون غرب مسیحی اسیر این قصه شده است که نوعی آن درخت ممنوع را همچون درخت معرفت تشخیص نموده است. بنابراین فهمش غربی با معادله تشکل یافت که عنصرهای آن خدا، انسان و معرفت می باشد. در حالت مسیحی معادله چنین شد
شد. خدا و انسان در یک طرف و معرفت در طرف مقابل. این معنای آن را داشت که انسان وقتی به خدا ایمان آورده نمی شود پس باید از دانش و معرفت دست بکشد، زیرا آن ضد اراده الهی می باشد. خدا و انسان برابر به ترک معرفت بوده است. چنانچه دیده می شود خریطه های هستی که تحریف شده اند همه یک اصل دارند. هدف نهایی از این خریطه های تحریف شده تنها گمراه نمودن خلق و مشوش کردن فطرت اصل از خدای حق است و بس. از این رو از میان مردم خدای حق را تنها طایفه از بنی اسرائیل میشناسد که حق را پنهان نموده بود تا دیگران بی خدا مانند و خدا تنها خدای بنی اسرائیل شود. در گذشته چنین خواسته بودند و حالا هم چنین میخواهند. ایستگاه سیومین ما، اصلاح دوم. با کجروی بنی اسرائیل و فساد ایشان خداوند پیامبران و رسولان را میفرستد تا راهشان را درست کنند. پس به آنها عزیر را فرستاد که نوشتن تورات گم شده را برای آنها از سر گرفت، لکن آنها آن را پس از مرگش بار دیگر پنهان کردند. بعد به آنها رسولان و پیامبران را فرستاد تا ایشان را به راه راست بازگردانند، ولی جواب بنی اسرائیل این چیزی بود که قرآن ذکر کرده است. آیا هر زمان پیامبری چیزی برخلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید؟ پس گروهی را تکذیب کرده و گروهی را کشتید. آنها زکریا، یحیی و پیامبران دیگر را کشتند. حتی در تاریخ آمده است که آنها در یک روز 10 پیامبر را به قتل رساندند. همین طور با وجود معجزه های فوق العاده عیسی قصد کشتنش را کردند. پس خداوند او را به نزد خود بالا برد. وی آخرین پیامبران بنی اسرائیل بود. بعد از عیسی وظیفه بیان وحی به امت دیگر گذشت که این امت اسلام است. پس خداوند محمد علیه السلام را از عربها از فرزندان اسماعیل ابن ابراهیم فرستاد. عربها به او ایمان آوردند. او و صحابگان گرامیش به رسانیدن رسالت خدا به مردم مشغول گردیدند. عقیده های فاسد شده را اصلاح نمودند. این چنین به جستجو در مابین خانه ها مشغول گردیدند، یعنی در محل های سکونت دور زدند و بین آنها گشتند. پس شمار از یهودان را به قتل رساندند و آنها را از جزیره عرب راندند. آنها را در تمام کشورهای فتح کرده اشان تعقیب نمودند. این در پیمان عمری عیان است. در آن عمر اهل ایلیا را به آن عهدهدار نموده بود تا یهودیان به آنجا ندرآیند. همین خیل خداوند با وحی و رسالت نو تحریف بنی اسرائیل را از بین برد. بار دیگر قصه آفرینش حقیقی ظاهر شد. یاد بیاور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. و در کتاب خدا تا روز قیامت باقی میماند. آن را عربها و مسلمین در تمام کشورهای فتح کرده اشان پهن نمودند. پس اهالی این کشورها اسلام آوردند و خدای یگانه را پرستیدند و به ابلیس و شیطان کافر شدند. با این وعده اولی سوره اسراء عملی گردید. پس هنگامی که وعده نخستین آن دوبار فرا رسد، گروهی از بندگان بسیار نیرومند خود را بر شما برانگیزیم، پس برای قتل و کشتار درون خانه ها را جستجو کنند و این وعده شدنی و قطعی است. این چیزی است که صحابگان پیامبر خدا فهمیدند که آنها همان بندگان فرستاده خدایند تا آن فسادی کرده بنی اسرائیل را اصلاح نمایند. از برای همین جواب ربعی ابن عامر به رستم سرلشکر فارس واضح بود. وی چنین جواب داد: ما قومی هستیم که خداوند ما را فرستاده است تا بندگان را از عبادت بندگان به عبادت پروردگار بندگان و از ظلم دینها به عدل اسلام و از تنگی دنیا به پهنایی دنیا و آخرت براریم. این وعده اولی است و آن اصلاح دوم است. اصلاح اول رسالت موسی علیه السلام بود. ایستگاه چهارم ما، فساد دوم.
دوره فساد دوم از وقت بعثت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم بلا فاصله آغاز یافت. آنها به ضد دعوت نو مبارزه بردند، کوشش قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم را کردند، به عهد با او کرده اشان خیانت کردند، ولی خداوند او را به بالای آنها غالب گرداند. پس با راه فریب کوشیدند و بعضیشان اسلام را ظاهرا قبول نمودند، چنان که عبدالله ابن سبی یهودی اسلام آورده آتش فتنه را بین مسلمین شعله‌ور نمود. با کوشش های وی فرقه شیعه تأسیس یافت، اما بیرون از دیار اسلام آنها با ویران کردن دین نو، ترسانیدن از آن و اغوا انداختن به ضد پیروان آن مشغول شدند. همچنین پهن نمودن تحریف قصه آفرینش را دوام داده، از حرکت های سری، واسطه های اخبار عامه، فنون، ادب و غیره استفاده بردند. پس عقیده ها و مذهب های نو پیدا شدند. بعداً چون در عصرهای آخر به حکومت دولت های اروپا دست یافتند، این دولت ها را در ویران کردن دولت اسلام و برگشتنشان به زمین مقدس و حاکم شدنشان استفاده بردند تا قول خدای تعالی حقیقت پیدا کند. آنگاه شما را بر آنها چیره گردانیم و شما را با اموال و فرزندان یاریتان کنیم و تعداد نفرات شما را بیشتر از دشمن گردانیم. جمعیت در این آیت واقعا به معناهای گوناگونش عملی می شود، زیرا آنها سرلشکر یعنی آماده برای جنگ هستند، چنان که دولت های غرب و شرق با ایشان سفربر می شوند. آنها از سبب صاحب بودن و دست داشتنشان به اکثر واسطه های اخبار جهانی صاحب طبل زیاد یعنی نقاره ها هستند. از نتیجه فساد دوره دوم این تشکیل شمار زیاد دین ها، مذهب ها و عقیده های استناد شده به قصه آفرینش تحریف شده تورات بود. نمایانترین این مذهب ها و اعتقادها این مذهب گومانیستی، دنیوی، لیبرالی، اتئیستی، ماسونی، عبادت شیطان، سازشنامه جمعیتی، حرکت عصر نو و مفهوم آزادی زن، نظریه اِوولوسیا و مارکسیستی می باشد. همه اینها شاخه ها یا ادامه یا جوابیه ها به تحریف این قصه ساخته شده می باشد. گومانیسم این چیزی است که غرب دنیوی از روی آن برپا شده است. آن به این معنی است که انسان جای خدا را میگیرد و قانونهایش را خودش قانونگذاری میکند، ارزشها و اخلاق را به هدایت وحی معین میکند، چیزی را به غیر آنچه که در زیر حواسش میافتد اعتراف نمیکند و به غیب باور نمیکند. گومانیسم این نگاه غیر دینی به عالم می باشد. به جای نظر کردن به وحی یا حاکمیت، برای درک هستی به دلیل های عقل نظر میکنیم. به جای نظر کردن به قاعده های اخلاقی که بیرون از دایره انسان آمده است، ما در این زمانه برای آفرینش اخلاق به انسان نظر میکنیم. اینچنین برای آفرینش معنا به زندگیمان، به جای کافتوکاو بیرونه درباره بعض معناها برای دادن ارزش به وجودی که زندگی میکنیم، نقطه نظر انسانی را به اعتبار میگیریم. مردان و زنان در حیات ما اخلاق را میآفرند و دستگیری میکنند. گرچه گومانیسم انقلاب در مسیحیت باشد هم، ولی در حقیقت آن دو روی یک سکه هستند. در هر دوی اینها خدا انسان میباشد. غرب در این دو حالت اسیر این قصه هست که نوعی درخت را معین کرده است که آن بیشک درخت معرفت است. غرب با معادله‌ای که عنصرهایش خدا و انسان و معرفت است تشکیل یافته است. در حالت مسیحیت معادله این بود که خدا و انسان برابر به ترک معرفت است، اما در گومانیسم معادله این شد که انسان و معرفت برابر گردید با اطاعت نکردن از خدا. این خودی همون معادله دنیویت است. دنیویت بنی اسرائیل با واسطه حرکت‌های پنهانی در دنیوی کردن غرب مسیحی و بردن انسان به طرف معادله انسان و معرفت برابر به اطاعت نکردن به خدا کامیاب گردیدند. عملی شدن آن با انکار خدا و یا اطاعت نکردن به امرهای خدا بود. پس دنیویت به میان آمد که علم را از دین جدا میکرد و تحولات را با رعایت نکردن عقیده ها علاقمند میدانست. شخصی که به دنیوی کردن
غرب کامیاب شد، فرانسیس بیکن پدر علمهای تجربوی در غرب می باشد. او اینچنین مؤسس حرکت صلیب گلابی که برابر با ماسونی در انگلیه هست، استاد اعظم آن در مدت 20 سال و پدر روحی همه حرکت‌های پنهانی زمانش. بغیر از کتاب‌هایی که علم تجربوی را اساس می‌گذارد، مشهورترین روایت‌هایش این روایت اطلانتای نو میباشد که وی در آن برپا شدن حاکمیت عالمی را از خانه سلیمان یعنی معبد در یروشلیم نو آرزو کرده است. او خواسته است که مردم برای عملی کردن این هدف کوشش کنند، روش تاریخ را به سوی خود غایت بنی اسرائیل یعنی حاکمیت عالمی یگانه که مرکزش معبد سلیمان در قدس است روانه کرده است. پس برای به واقعیت تبدیل یافتن این خیال کوشیده جمعیت پادشاهی بریتانی را در شکل بیت العلوم یروشلیم نو در روایتش تأسیس داد تا که علوم این یک وسیله حاکمیت یروشلیم نو به عالم گردد. از این رو فرانسیس بیکن را که خواست در اخلاق مردم وحی را از علم جدا کند، عقیده های تحریف شده بنی اسرائیل به حرکت می درآورد. او یکی از مشهورترین کبلیان در تاریخ می باشد. وی طرفدار اندیشه یگانگی حرکت های سری و ماسونی در اروپا و انتقال دایره حرکتش به قطعه امریکای نو برای ساختن یروشلیم کبلی نو یعنی دولت امریکا و به واسطه آن حاکمیت کردن بر عالم به فایده بنی اسرائیل بود. اتئیسم، بی خدایی. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. اتئیسم این دوام دنیویت است. آن ثمره اساسی قصه آفرینش تحریف شده می باشد. خدا در قصه تحریف شده سزاوار خدا بودن نیست و انسان در آن خدا یا شبیه خدا است. امکان دارد که از او مستقل باشد، بلکه همچون عکس العمل عقلی این سفسطه ها را یعنی گویا وجود خدا را انکار کند. بنی اسرائیل در پهن کردن اتئیسم در بین عامه به ویژه بعد از خراب کردن کلیسا در انقلاب فرانسه که آن را ماسونی ها تشکیل و اداره می‌کردند عمل کردند. عبادت شیطان و ماسونیسم. عبادت شیطانی در جمعیت‌های سری انتشار یافته از خود این اصل پخته رسیده است. آلبرت بای کاهن اعظم ماسونی در قرن 19 میگوید شیطان در کباله با خدای یهوه هموزن است و وی شر نیست بلکه خدای خیر است که به خدای ادونای عصیان کرده است. بیایید به برادری ماسونی تابع بیناکاران آزاد برمیگردیم که رمز اعظم در نزد آنها حرف جی است. بیایید به ستاره از تازگیش نظر میکنیم که آن یک شکل دیگری ستاره داوود است. حقیقتا ستاره داوود به طور کامل در بسیاری از معبدهای ماسونی وجود دارد. چرا؟ زیرا ماسونی این یک شاخه یهودیت و اینچنین از کباله است. روزنامه منبر یهودیت 28 اکتبر سال 1927 نوشت که ماسونی به یهودیت تکیه میکند. تعلیمات یهودی را از ماسونی دور کنیم، پس چی باقی میماند؟ در درجه های بالایی ماسونی به اعضا خبر میدهند که حوا را اغوا نمودن شیطان به اغوای جنسی تبدیل یافته است. این چنین آنها میگویند فرزندان قاین ابن ابلیس کسانی اند که به بشریت شکارچگی، زراعت و کسب و کار را آموزانده اند. از این سبب عبادت شیطان در محفل های ماسونی و بین سران حاکم انتشار یافته است. اکثر آن شخصیت ها یک دین پهن نشده را پیروی میکنند. آن آدمان بیشترشان بندگان شیطان بودند. حقیقتا به یک چیز غیر مادی خدمت میکنند که آن را لوسیفر شیطان مینامند. ماسونی از ثمرناکترین وسیله های یهودیان در نشر تحریف و تشکل عقل غربی است. آنها با واسطه آن به حاکمیت فکری و عقیدوی و اداروی سران غرب و مفکرانش دست یافتند. لیبرالیسم نیز یک الف از آن قصه می باشد. در آن انسان در روی زمین از خدا دور وجود دارد و به چیز وظیفه‌دار نیست. او کاملا آزاد است و به وحی و دین علاقمند نیست، بلکه اوست که قانون‌ها و قاعده‌های معین کننده رفتارش را موافق جمعیت و اتفاقی بین مردم قانونگذاری میکند. این است لیبرالیسم. جان لاک انگلیس که پدر لیبرالیسم شماریده می شود، عضو صلیب گلابی که برادری ماسونی می باشد بود.
ولتر از مشهورترین عالمان و نظریه پردازان لیبرالیسم در دو محفل ماسونی در برلین و پاریس عضو بود. وی در سن 80 سالگیش نوشته بود آرزو میکند تا معبد یروشلیم را برپا نبیند نمیرد. این آرزوی وی همان آرزوی بنی اسرائیل است. سازشنامه جمعیتی یا قانون. قانون این دینی دولت ملی معاصر می باشد. بعد به قانون احتیاج پیدا شد که قاعده ها و حدودها را معین کند که این جامعه های وحی و دین اداره نمی کرده را اداره کند. نیروهای جامعه یا نمایندگانش کسانی می باشند که آن قاعده های از هدایت خدا آزاد را قبول می نمایند. مردم در این سازشنامه جمعیتی از خدا بالا هستند و قانونهایشان از وحی خدا بالاست. کانستیتوسیا برای برپا نمودن دولت ملی عمل میکند که به جای حاکمیتی به نام خدا اداره شونده از نام خلق حاکمیت میراند. در پس این کانستیتوسیا و یا سازشنامه جمعیتی جان لاک انگلیس و ژان ژاک روسوی شویتزری می ایستادند. اما اولی عضو صلیب گلابی که برادری ماسونی بود و دومی عضو دو محفل ماسونی در فرانسه و شویتزر بود. وی در انقلاب ماسونی فرانسه نقش کلان بازیده است. نظریه تحول طبیعی داروینی یا که داروینیسم. داروینیسم این عوضی اعتقاد است که اتئیست وجود خود را در روی زمین بعد انکار نمودن وجود خالق تفسیر میکند. داروین نفری که این نظریه را اساس گذاشته است با برادر و پدرش عضو محفل های ماسونی بودند. بابایش استاد اعظم این محفل بود. نظریه تحول یا نظریه داروین یکی از ثمره‌های این تحریف بود. این نظریه انسان را درباره آفرینشش از خدا جدا کرد و انسان را چنان که گفتند از طبیعت زنده پستر مثل حیوانات، نباتات بیجانها گردانید. چارلز داروین همه برادرانش و پدرش در محفل با نام کیلوینینگ لادج رقم 2 در شاتلند اعضا بودند، زیرا بابایش ایراسموس داروین استاد اعظم این محفل بود. نظریه تحول اجتماعی مارکسیستی. اگر نظریه تحول طبیعی داروینی بدل عقیدوی اتئیست باشد، نظریه تحول اجتماعی مارکسیستی آن بدل فکری بود که چگونگی ارزش‌های انسان، اخلاقش و علاقه‌های اجتماعیش و نظام‌های جمعیتیش را بعد انکار وحی و هدایت الهی تفسیر می‌کند. این دو نظریه چنان که ثابت و معلوم است در محفل‌های ماسونی انگلیسی و شاتلندی رشد یافتند. مفهوم آزادی زن. مفهوم آزادی زن با دوری از هدایت شریعت‌ها در اخلاق و لباس و رفتار و ربط دادن این آزادی به علم و پیشروی و مدنیت میباشد. سرچشمه این نیز قصه آفرینش تحریف شده است و برهنگیش با معرفت وابسته است که زن آن را از اطاعت نکردن به امر خدا به دست آورده. حرکت عصری نو. این حرکت است که شاگردان و پیروان یلنا بلاواتسکای کابالی و شاگردش الیسا بیلی که برای نشر حکمت الهی یا تئوسوفیا که تشکیل نمودند شیطان یا لوسیفر را گرامی می داشت و آن را خدای حاکم زمین می حسابید. از مشهورترین شخصان برجسته این حرکت داگ خامرشلد دبیر کل دوم سازمان ملل متحد می باشد که حجره ای را برای گذراندن مراسم های تئولوژی در داخل پهلوی زیارت کنندگان سازمان ملل تأسیس داده است. از شخصان برجسته دیگری آن دبیر کل سیوم او تن می باشد. عصر نو اینجا عصر یگانگی بشریت در تمدن یگانه جهانی می باشد که عقیده یگانه، اخلاق یگانه و حاکمیت جهانی یگانه را با سرور حاکم جهانی یگانه دارد که با آمدن جنگ ها در بین ملت ها به آخر می رسد و صلح عالمی برقرار می شود. اما آن حاکم چنان که بلاواتسکی میگوید مایتری هندو می باشد. این نامی سری بودای پنجم است که آن همان ماشیه در نزد یهود است. پس چنان که شرح دادیم این اصل دین ها یک است، اما وسیله های رسیدن به این حاکمیت جهانی یگانه این بزرگترین سازمان پنهانی زمان ما و با احتیاط ترین در پنهانیت و سریت این سازمان ملل متحد می باشد که آن را ماسونی در درجه 32 فرانکلین روزولت سرور امریکا، ماسونی
ماسونی در درجه 33 وینستون چرچیل سروزیر بریتانیا و یهودی ماسونی یوسف ویساریون جوگاشویلی معروف با یوسف استالین رئیس شورای وزیران شوروی تأسیس دادند. منصب یکمین کاتب گنرالی آن را یک شخص یهودی ماسونی از درجه 33 تریوگو لی به عهده گرفته است و سازشنامه آن را لئو پاسوالسکی یهودی ترتیب داده است و نفری که اعلامیه عالمی حقوق انسان را ترتیب داد جان پیترز همفری یهودی استاد حقوق دانشگاه مکگیل کانادا می باشد. اما اصل این حکومت یگانه در تورات تحریف شده است. در آخرین روزها چنین می شود که کوه خانه پروردگار در قله کوه ها پایدار می گردد و در بالای تپه ها بلند می گردد و همه ملت ها به سویش می شتابند. خلق های زیاد براه می درآیند و می گویند بیایید به کوه پروردگار به خانه خدای یعقوب می براییم. او به ما راه ها را تعلیم می دهد و ما در راه هایش قدم می زنیم. زیرا از صهیون شریعت بیرون می آید و از یروشلیم کلمه پروردگار. پس بین ملت ها حکم میکند و به خلق های زیاد انصاف میکند. آنها از شمشیرهایشان تنگه ها میسازند و از نیزه هایشان داس. ملت به بالای ملت دیگر شمشیر نمی بردارد و بعد از آن دیگر جنگ را نمی آموزند. در حقیقت سازمان ملل دولت است که از اتحادیه های ماسونی که در هر دولت حضور داشتند تشکیل شده. با مرور زمان و با بهانه آنکه این تشکیلات عمومی جهانی است و در برگیرنده همه ملت های دنیا می باشد، آن را در ذهن مردم به منزلت خدا جایگزین کردند. با همین این تشکیلات سرچشمه ارزش ها و اخلاق و مصدر عنوان ها و علاقه ها گشت. هر کسی اگر کاری را انجام دهد و شما به آن اعتراض نماید میگوید سازمان ملل چنین گفته است و یا چنین قرار کرده است. همین طور آن معیار شد که نباید کسی به آن اعتراض نماید. این یک نمونه ایدئالی برای آن است که چگونه عالم سر و پنهانی توانست با نشر تحریف و دروغ به ذهن انسانیت استیلا یابد. چنانه که دیدید اصل خریطه های هستی قلبکی یک هستند و یگانه اختلافی که میان آنها وجود دارد این است که انسان در تغییر صفات ترکیبات و تبدیل و توفیق آن با راه گذاشتن این در جای آن و نسبت دادن صفت یک به دیگر و عوض کردن نامها به ابتکار دست زدند. هدف آخرین این گمراه نمودن و خراب کردن فطرت از خدای حق است و خدای حق را از مردم تنها گروه از بنی اسرائیل که حق را پنهان میکنند میدانند تا بیسوادان به خدا مانند و خدا تنها خدای بنی اسرائیل باشد، چنانه که بنی اسرائیل میخواستند و میخواهند. آنها با این خودشان گمراه میشوند و دیگران را گمراه میکنند. این است فساد ایشان در روی زمین. بیشک یهودیان در آخر توانستند که قسمت زیاد از خلقیت‌های غرب و شرق را با سوزنزنی زهر تحریف قصه آفرینش در مغزهای بشریت اداره نمایند. پس از جهت عقیدوی و فکری به بالای آنها چیره شدند و بعد با دست یافتن به کلیدهای پولی و اخباری و سروران و سازمانهای سیاسی و غیره از گریبانهای دولتها گرفتند. دیرتر به تخت پشت آن اروپایی سرکش سوار شدند و در بالای او به زمین مقدس بعد از رانده شدن به ممنوع الورود شدن به آن از سال 131 میلادی برگشتند. آنها در آنجا در مدت 18 عصر موجودیت رسمی نداشتند تا اینکه دولت اسرائیل را به کمک انگلیس ها در سال 1947 برپا کردند تا با عملی نمودن آرزویشان با ساختن حاکمیت جهانی یگانه در زیر امارت سرور از ایشان که عالم را از معبد سلیمان با کمک سروران دولتی بلکه محلی اداره میکند سعی نمایند. انا آنها حال عالم را به این سمت تیره میدهند و کوشش از بین بردن مهمترین مانعه ها را میکنند که آن اسلام است. این آن برتری بزرگشان است که از پس آن وعده دوم می آید. رمزی سوره اسراء، وحی را تحریف نمودن بنی اسرائیل و اثر آن بر مسیر بشریت.